با سلام خدمت شما بینندگان گرامی. مدت‌ها بود که یه موضوع خیلی خیلی مهم و حیاتی به نظرم رسیده بود، میخواستم منتشر کنم، فرصت نشد. حالا تصمیم گرفتم به این وسیله با شما عزیزان اونو در جریان بذارم. انسان‌ها با وجود اینکه از یک پدر و مادر به وجود آمدن، به دلایل زیادی با هم تفاوت دارن. تفاوت در فیزیک، تفاوت در روانشناختی، اما این تفاوت‌ها نباید دلیل یک امتیاز باشد به جهت اینکه صاحب امتیاز به فکر سلطه بر هم‌نوعان خود بیفتد. یکی از این تفاوت‌ها نگرش متفاوت انسان‌ها به پدیده‌ها و حوادث میباشد. عده‌ای یک جانبه نگرند، عده‌ای چند جانبه نگرند و عده دیگر هم همه جانبه نگر. یک جانبه نگرها مسائل و رویدادها را به صورت مجرد و تک‌بعدی می‌بینند. مثلا وقتی کودکی زیادی گریه میکنه، مادر یک جانبه نگر عصبانی میشه و گاهی ممکنه اونم تنبیه بکنه بدون توجه به دلایل احتمالی اون گریه. یا مثلا در همین حوادث غزه، یک جانبه نگر بدون توجه به دلایل حمله حماس و اونچه طی 70 سال بر مردم فلسطین گذشته، حرکت اون را بدون درنگ محکوم میکنه. البته اگر کشتاری شده باشه، خب باید اونو محکوم کرد و نه عمل رهایی بخش حماس، که این دو تفاوت دارند و یک جانبه نگر این تفاوت را نمی‌بیند. یک جانبه نگر به دلیل دید محدود خودش خوش‌باور میشه و تبلیغات در او بیشتر مؤثر هست و به دنبال راستی و دروغی اخبار نیست. اما چند جانبه نگر معمولاً با مشاهده یک حادثه یا شنیدن یک خبر، عوامل جانبی و مؤثر در آن حادثه را هم مورد توجه قرار میده. مثلا در مورد همین حادثه غزه، صرفاً به دلیل یک عمل بسنده نمیکنه و مسائل جانبی در دید خودش به طور مستمر میبینه. همه جانبه نگر این مسئله را در ریشه دورتر هم مینگرد. مثلا در همین مثال غزه، سلطه‌گری آمریکا را هم در دید و قضاوت خود قرار میده و مسئله را ریشه‌ای میبینه. البته این امر نوع نگرش به سطح سواد و دانش و مدرک تحصیلی و موقعیت اجتماعی شخص ربطی نداره. یک فرد یک جانبه نگر میتونه در مقامات بالا قرار بگیره، مثل همین نخست وزیر اسرائیل که کشورش به تباهی کشاند و از قرار معلوم تاریخ اسرائیل به انتهاش داره نزدیک میشه. و یا اینکه در مصدر قضاوت قرار بگیره و فساد به بار بیاره. مثلا یک قاضی مانند خلخالی چشم بسته به صرف یک گزارش حکم اعدام صادر میکنه و به حیات انسانها تجاوز میکنه که قابل برگشت هم نیست. به همین دلیل یک فرد یک جانبه نگر نباید در مصادر حساسی مانند قضاوت قرار بگیرد. البته باید در نظر داشت که این نوع نگرش یک خاصه از هزاران خواص انسان هست و نباید به اون به عنوان یک کلیت نگریست. مثلا یک انسان همه جانبه نگر حتما یک قاضی خوب نیست، زیرا ابعاد دیگر شخصیت انسان در این گونه امور مؤثر هستند. یک فرد چند جانبه نگر میتواند دزد باشد مثل آرسن لوپن، یا اختلاسگر باشه مثل اختلاسگرای خودمون و کلاهبردار بشه. در اون کار موفق‌تر عمل میکنه وقتی که چند جانبه نگره. اصولاً شغل‌هایی هستند که به درد یک جانبه نگری نمیخورند، مانند همونطور که گفتیم در بالاتر قضاوت و مدیریت کلان و از این قبیل. در امر سیاست هم همینطور است. اما به این توجه
باید داشته باشیم که یک فردی که در وسط جنایات هولناکی که در غزه اتفاق میفته و اصرار داره که باید حماس را محکوم کرد، نباید اصرار او را به دفاع از اسرائیل قلمداد کرد، بلکه دلیلش را باید در نوع نگرش او جستجو کرد که باید نگرش یک جانبه باشد که تبلیغات در این نگرش اثر خود را گذاشته. اصطلاح عوام مربوط می شود به افراد یک جانبه نگر که تعدادشان در جوامع بیش از بقیه بوده و می باشد. افراد چند جانبه نگر از نظر اقتصادی که طبقه بندی کنیم معمولا قشر میانی جامعه شکل میده و افراد همه جانبه نگر تعدادشان نسبت به دیگر موارد کمتره و معمولا به دلیل مشکل تفهیم و تفاهم نگرشی که به مسائل دارند نسبتا در جامعه منزوی هستند. در میان آنان عده‌ای که کوشش و جهد و جهاد میکنند به تنهایی موفق میشوند. شخصیت‌های بزرگ در تاریخ مانند گاندی در اقتصادی مثلا مثل این آقای ایلان ماسک و یا در حاکمیت و مدیریت نظیر ناپلئون و غیره از این دستند. قرآن انسان در چندین آیه به چند جانبه نگری دعوت میکنه. مثلا در سوره حجر آیه 75 در مورد قوم لوط میگه این داستان ویران شدن شهر برای کسانی که نگرش ژرفی دارند و ویرانه ها را میبینند برایشان نشانه است از شرایی و چگونگی اون ویرانی. یعنی منظورش اینه که دیدن سطحی و یک جانبه نگری حوادث یا مثلا ویرانه ها انسان را از حقیقت امر آگاه نمی سازد و به همون نگاه بسنده می کند. البته نوع نگرش در سرشت انسان نیست و اون را می توان با آموزش فرا گرفت و آموزش داد. این کار را البته باید از کودکی شروع کرد و همه جانبه نگری را آموزش داد تا انسان ها در زندگی زیر بار سلطه نروند. اصولاً تبلیغات دروغ و هدفدار بر روی چنین افرادی تأثیر مستقیم دارد. این کلیپ های دستکاری شده که شب و روز در فضای مجازی همه ما میبینیم یک جانبه نگرها اغلب بازنشر میکنن و این کلیپ ها بیهوده تولید نمیشن، هدف دارن. این مسئله فضای مجازی امر ساده ای نیست. ابتدا تصور میشد که این فضا میتواند بر سلطه رسانه‌ای سرمایه پایان بخشد، اما اکنون مشاهده میکنیم با کمک گرفتن از متخصصان علوم انسانی و پژوهش در زاویه‌های رفتاری جامعه نه تنها فضای مجازی را هم به اختیار خود درآوردند، بلکه از اعتیاد افراد به این فضا استفاده کرده و آنها را مجانا به استخدام خود درآورده توسط همین بازپخش. اغلب می نویسن ایرانی نیستی اگر بازپخش نکنی، یا مادرت را دوست نداری اگر بازپخش نکنی، و این افراد بدون توجه به هدف غایی و نهایی این کلیپ هایی که به دستشون میرسه بازپخش میکنن. برای رسیدن به اهدافشان هر سازنده این کلیپ های همسو با انواع رفتارهای اجتماعی میسازند و افراد هم بدون توجه اونها را بازپخش میکنند. کلیپ های میسازند که احساسات انسان تحریک میکنه و دیگه به اون هدف اصلی دیگه توجه نمیکنن. چندی پیش یک کلیپی دیدم از یک دختر بچه‌ای که ظاهراً به سرطان مبتلا بوده و در یک آرایشگاه برای تراشیدن موهای سرش رفته بود که چند جوان آرایشگر برای همدردی با او موی سر خودشون رو میتراشن. فیلمی اخلاقی و فرهنگی و بسیار احساسی. حالا کسانی که حتما مجانی هم این کارها را نمی کنند روی این فیلم با خط بزرگ نوشتند دین اهمیتی ندارد اما مهربانی مهم است. در اصل می‌بینیم از یک حادثه دلخراش و در عین حال انسانی و احساسی استفاده کرده تا پیام اصلی خود که ضدیت با دین است را برساند.
هدف از این سوء استفاده غیر انسانی چه میتواند باشد؟ فرستادن یک پیام هدفدار ضد دینی در زمانی که کودک و زن و مرد و پیر و جوان روزه‌دار در غزه هر ساعت در خون خود می‌غلطند چه معنایی میتواند داشته باشد؟ روزانه صدها از این کلیپ‌ها در آتلیه‌هایی با سرمایه‌های هنگفت مشغول تسخیر فضای مجازی هستند. هدف آنها افراد یک جانبه نگر میباشد. با استفاده از تصاویر تحریک کننده نگاه بیننده را جذب میکنند تا در پی آن پیام خود را تحمیل کنند. یه فیلم دیگه دیدم در مورد سوریه در زمانی که داعش اون جنایات را پدید می آورد. بدون نام بردن از داعش در همون حال سخنان یک پاسدار را نشان میدهند، یک سردار پاسدار که میگه رهبر به سلیمانی مأموریت داد تا بشار اسد را به هر قیمتی نگه دارد. بیننده یک جانبه نگر بشار اسد و آن جنایات و سلیمانی را در یک صحنه میبینه. چند جانبه نگر میدانند که داعش با اون جنایات هولناک وجود داشته و اینکه اون داعش ساخته دست سلطه‌گر آمریکایی میباشد. هدف اشغال سوریه بوده و بعد از اون تجزیه عراق، کشوری که آماده تلاشی میباشد تا به مرز ایران برسند و آرزوهای خود را مبنی بر تجزیه ایران به انجام برسانند. این مثالها تأثیر مستقیم و با اهمیت نوع نگرش انسان در زندگی روزمره نشان میده. یک قاضی که خود را یک جانبه نگر می‌بیند باید بلافاصله استفاده با جان و مال و زندگی مردم بازی نکند و شغل‌های دیگر هم به همین ترتیب. امیدوارم آرزوی دست نیافتنی کم کم عملی شود و کسانی که احساس می‌کنند این شغل‌ها برازندشون نیست رها کنند. ممنون از حوصله شما و به دیدار بعدی شما را به خدا می‌سپارم.